همه زخم ایران زمین است. ای سکاندار کامیون دار، اعتصاب تو تیشه بر ریشه دست ظلم میزند. ای کشاورز است دست کار است، وقت هم راه شدن با تب سرزمین است. مرد سرباز ای هم آغاز، خبز و آغوش این کوچه ها بر تو باز است. این زمان هر قدم هر طرف قصه ساز است. ای نشسته لب بسته، وقت برخاستن و یک قیام است. وقت شب شعار پشت بام است. ای تماشاگران با صفوف کارگران، با خروش خواهران، با تب برادران، همراه شوید از ما شوید هم. تو به دست منه، اگر برخیزیم که شادی تو دل هامون نمیمیره. اگر برخیزیم که روزگارمون رنگ غم نمیگیره. اگر برخیزیم لا 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 فردای ما مثل روز روشنه. اگر برخیزی سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزی شادی تو دل هامون نمیمی. geldik şerrini, ezdekim kurdiyor ama. امشب آخرین شام من و توست، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. شاید از فردا از ما بماند تنها فقط یادهای ما. وقتی زندان و با توم و تیر است پاسخ فریادهای ما. همه پشت به پشت با دستهای مشت، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم، هستیم تا جان در تن داریم. یک بار دیگر میگذریم از سر در یک جنگ نابرابر. ما هم صداییم یار و همراهیم، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم، هستیم تا جان در تن داریم. فقط عدالت نه به جهالت، نه به زور و نه به قدرت. اگر برگشتیم فردا از بیرون، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. یا با هم یک جا یا بی هم تنها، دوباره با عشق و شادی فردا. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه زنده خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستم. امروز 74مین روز از انقلاب
ایران بود که چند ساعتی مونده که این 74 روز به 75 روز تبدیل بشه. ما 74 روز شاهد صحنه‌های زیبا و بسیار غم‌انگیز بودیم. در طول این 74 روز دیدیم که چطور مردم ایران، مخصوصاً زنان ایران، در صف اول مبارزه صحنه‌های باشکوهی رو آفریدند و دیدیم که چطور نیروهای دژقیمان، نیروهای سرکوبگر رژیم به قصد کشت به زنان، جوانان، مردان و کودکان شلیک کردند. نزدیک به 500 نفر جونشون رو از دست دادن که متاسفانه 63 نفر از اونها تا به امروز کودک هستند. ما شاهد صحنه‌های بسیار زیبایی بودیم و هر روز این صحنه‌ها در انقلاب ایران به شیوه‌های مختلف دارن تکرار میشن. امروز صحنه بسیار زیبایی را شاهد بودیم. در تهران، در مقابل زندان اوین، مردم تهران از خانواده‌های زندانیان پذیرایی کردند و این یکی از صحنه‌های زیبای انقلاب بود. یا در دانشگاه بهشتی تهران دست‌نوشته‌هایی دیدیم که روشون نوشته بود خاک ایران آغشته به خونه. نباید روزانه زندگی عادی خودمون رو به پیش ببریم. دقیقاً خاک ایران از کردستان تا زاهدان، از تهران تا مازندران آغشته به خون جوانان و مردم معترضه و هیچ انسان آزاده‌ای نمیتونه در این روزها زندگی عادی خودش رو پیش ببره. هفته بسیار با شکوهی رو پشت سر گذاشتیم. امروز در بیش از 10 شهر ایران شاهد اعتصاب کامیونداران بودیم و همینطور بیش از 8 شرکت کارگران دست به اعتصاب زدن. همونطور که میدونید اعتصاب قلب انقلابه و اما اعتصاب کارگری ستون فقرات اعتصابات مردمیه، اعتصابات عمومی و این جای بسی خوشحالی است. اعتصابات این امکان رو به مردم معترض، به توده های معترض در خیابون میده که نفسی تازه کنن، تجدید قوا کنن و با نیروی بیشتری و با قدم‌های محکمتری در روزهای بعدی این انقلاب رو به پیش ببرن. ما شاهد هستیم که چطور کارگران در شرکت‌های مختلف روز به روز به این اعتصابات می‌پیوندند. شاهد بودیم که در کارخانه کروز که بیش از 70 نفر از اون کارگران رو زنان تشکیل میدن، چطور زنان برگ زرین دیگری به انقلاب ایران افزودند و خوشحال هستیم که کارگران در این سرعت به این اعتصابات پیوستند و این انقلاب وارد فاز جدیدی شده. برای ارزیابی از انقلاب ایران و همینطور پیوستن کارگران در شرکت‌های مختلف و صنایع مختلف همراه هستیم با رفیق بهروز فراهانی، فعال کارگری. رفیق بهروز سلام، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو به برنامه زنده تلویزیون قبول کردین و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم به شما رفیقانی عزیز و به بینندگان عزیز تلویزیون شما و ببخشید اگر یک کمی دیر رسیدم. اختیار دارین، خیلی خوش اومدید. رفیق بهروز، من اشاره کردم که بیش از 10 شهر ایران کامیونداران دست به اعتصاب زدن و بیش از 8 شرکت هم کارگران دست به اعتصاب زدن و میشه گفت که اعتصاب قلب انقلاب هستش و میشه دقیقاً اینو گفت. اون چی که ما عملاً داریم میبینیم اینه که این انقلاب وارد فاز جدیدی شده و این بسیار جای خوشحالی داره. میخواستم ارزیابی شما رو در این مورد بدونم. بله، بیش از خوشحالیه. واقعیتش اینه که ایران کشوری سرمایه‌داری. در یک کشور سرمایه‌داری با ابعاد ایران و به خصوص با اینکه شما نگاه کنید مناسبات که ما بهش میگیم سرمایه‌داری که پول، کالا، پول هست، در دور افتاده ترین نقاط ایران هم الان اونه. ما چیزی به نام بقایای شیوه‌های تولیدی غیر سرمایه‌داری در ایران نداریم. در نتیجه
اگر قرار است تحول اجتماعی در این کشور اتفاق بیفته، اگر قراره در کشوری که بیش از 2/3 جمعیت شهرنشین هستند و اکثریت قاطع جمعیت این کشور رو کارگران و حقوق بگیران ثابت تشکیل میدن، بخواد یه اتفاق اجتماعی بیفته و فقط یک جابجایی قدرت بین این جناح با اون جناح نشه، طبقه کارگر میبایستی که در واقع دخالت بکنه و وارد صحنه سیاست بشه. بدون ورود کارگرها و بدون توجه به خواسته های اونها به هیچ وجه هیچ تحول اجتماعی تو ایران اتفاق نمیفته. در نتیجه نگرانی که بعد از بیش از 2 ماه تظاهرات درخشان، قهرمانانه، خیزش خیابانی، خیزشی که در دانشگاه ها بود، خیزشی که در کشور شهر استانهای مختلف به ویژه کردستان بود، فراموش نکنیم، این رو دائما باید یادآوری کرد. اگر این جنبش تا امروز ادامه پیدا کرده، اگر این با افت و خیزهایی که سرکوب چند لایه و بسیار خشن و خونین جمهوری اسلامی که حتی دیگه خودشون دارن اعتراف میکنن که به طور رسمی دارن میگن نزدیک به 400 نفر جان خودشون رو در این جنبش از دست دادن، اگر این تا امروز ادامه پیدا کرده، 2 تا محور این رو آورده، 2 نیرو هستن که این رو روی دوش خودشون هم کردن و اجازه دادن که بخشای دیگه جامعه و قسمت‌های دیگه وارد اون بشن. از یک طرف جنبش قهرمانانه دانشجویان هست و از طرف دیگه جنبش سراسری که کل شهرهای کردستان رو گرفته. و ولی بی خود نیست که امروز ما شاهد این هستیم که وقتی فراخوان همبستگی با کردستان داده میشه، با حمله وحشیانه نظامی که به شهر مهاباد و سنندج شد و دیدیم که چطور روز پنجشنبه رو که همبستگی با کردستان اعلام کرده بودند، در همه دانشگاه‌ها، در همه شهرها باندرول‌ها آویزان شد، شعار کردستان قلب سرخ انقلاب رو ما همه جا شنیدیم و این نشون دهنده این است که کسانی که دستن در کار هستند، کسانی که در صف مقدم این جنبش هستند و این جنبش رو به جلو میبرند، به خوبی به نقش این 2 پایگاه آشنا هستند و ما این ادامه کاری جنبش رو مدیون اونها هستیم. این یکی. اما با تمام این جانفشانی‌ها، با تمام این قهرمانی‌ها، در کشوری مثل ایران اگر طبقه کارگر به میدان نیاد، سرنوشت این جنبش روشن نیست و میتونه به صورت دراز مدت با تحمل رنج‌ها و به قول معروف محنت‌های خیلی زیاد به جای نرسه. امروز ما شاهد این هستیم که طبقه کارگر ایران آرام آرام اما با محکم، با گام‌های بسیار محکم داره وارد جنبش میشه و این که با خواسته‌های مطالباتی خودش وارد میدان میشه نه تعجب داره نه غیر عادیه. در تمام دنیا، در تمام انقلابات، در تمام جاهایی که تحولات سیاسی و اجتماعی بسیار جدی انجام گرفت، موقعی که کارگرها وارد مبارزه میشن با خواستهای مطالباتی خودشون اول وارد میشن و اساساً واقعا آدم احتیاج به این نداره که مغز افلاطون به قول معروف نباید داشت که حس کرد که اون کارگری که امروز برای اعتراض به شرایط کارش، برای اعتراض به حقوق عقب مانده‌اش، به اعتراض پاداش داده نشده است، به اعتراض رفتار سرکارگرش، اعتراض به رفتار به اصطلاح حراست اعتصاب میکنه و میاد توی میدان، میدونه که تو کدوم ایران داره به میدان میاد، میدونه که پاسخ این اعتصاب با اون اعتصابایی که تا حالا در این چند سال اخیر داشته به کلی متفاوته. یعنی اون بخشی از کارگرها که امروز وارد اعتصاب دارن میشن میدونن که پاشون رو دارن در یک میدانی میذارن که به کلی متفاوته با اون چیزی که تا حالا اتفاق افتاده بود. و تکرار میکنم در همه جای دنیا اینجوری بوده، حتی در بزرگترین انقلاب کارگری که بشریت تا حالا به خودش دیده، یعنی انقلاب اکتبر روسیه بیش از 100 سال پیش، 105 سال پیش، کارگرها با خواستهای مطالباتی وارد جنبش شدن. ما خوانش سیاسی داریم از تاریخ و بعضی وقتا به ظرافت‌ها و ریزکاری‌هایی که وجود داره و واقعیت‌هایی که اونجا هست رو نمی‌بینیم، یک مقدار جنبه‌های قهرمانانه و جنبه‌های سیاسی اون رو ببینیم. حتی در اون انقلاب عظیم، در انقلاب فوریه اولیش که تزار رو به زیر کشید، کارگرها با خواستهای مطالباتی اومدن و چون شرایط جنگی بود، شرایط سیاسی بود، به سرعت این سیاسی شد. در ایران هم عیناً این اتفاق داره میفته و این که کارگرای ذوب‌آهن الان بار چندمشون اعتصاب میکنن و تهدیداتی که سران امنیت رژیم به خصوص فرماندهای پاسدارا که پشت سر هم دارن زبانشون رو تیزتر، تلختر و خشنتر میکنن و ما علیه کارگرها، علیه دانشجوها، علیه ملیت‌های ساکن ایران، به ویژه کردها و بلوچ‌ها و اون سرکوب خونینی که توی بلوچستان دارن میکنن، ما کاملا وارد
یک فاز جدید و بالاتری از جنبش شدیم. این سیل رو دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه با 4 تا شعار و با 4 تا سرکوب و 4 تا موتورسواری که میرن به خیابان‌ها و غیره این رو پس بزنه. به واقع از چند روز پیش به امروز که ما هر روز خبر اعتصابات کارگری رو میشنویم، باید بگیم که جنبش ما نه تنها وارد فاز جدیدی شده، بلکه وارد فاز بالاتری شده به لحاظ کیفی و اتفاقا درست اون موقعی هست. من نمیدونم ما چقدر فرصت داریم، من چقدر میتونم پرچونگی بکنم، ولی از این فرصت استفاده میکنم چون میدونم که بینندگان شما بخش مهمیش کسانی هستن که دست در آتش دارن و کسانی هستن که این جنبش رو روی دوش خودشون به شکل قهرمانانه‌ای دارن حمل میکنن و من از این فرصت استفاده میکنم به همه اونها عمیق‌ترین، صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین درودهای خودم و امثال خودم رو بهشون نثار میکنم و میگم که شما در واقع دارید اون طرحی رو میریزید، اون شکافی رو دارید ایجاد میکنید که ما دهه‌هاست راجع بهش داریم صحبت میکنیم و منتظرش بودیم و جز این که کلاهمون رو به افتخار شما برداریم و سعی کنیم که با نشون دادن تجربیاتی که داشتیم یک کمی کمک بکنیم که چشمهای شما رو بازتر بکنیم نسبت به اتفاقاتی میفته. اونهایی که توی جنبش هستن، به قول معروف میگن دوچرخه سواری که سرش رو آورده پایین و داره با سرعت دوچرخه میزنه، بعضی وقتا باید خود دورتر رو نگاه بکنه و الا ممکنه که سر پیچ‌ها سر بخوره و غیره. ما سعی میکنیم که اون جاهایی که قبلا ما رفتیم و سر خوردیم و دیدیم که چه اتفاقی افتاده یه سری هشدارهایی رو به شما بدیم و از فرصتایی که کانال‌هایی مثل شما در اختیار ما قرار میدن سعی میکنیم بیشترین دیالوگ رو برقرار بکنیم. امروز موقع واقعا بردن شعار نانکار آزادی. امروز وقتی هست که اعتصابات کارگری که داره میاد در کنار شعار درخشان دائمی که تا پایان ما این رو باید با خودمون هم بکنیم، یعنی زن، زندگی، آزادی، این شعارهای نظیر نانکار آزادی رو که جنبه‌های طبقاتی نبردی رو که توش ما هستیم رو آشکار میکنن. چون حتی در اون زن، زندگی، ژیان، آزادی، زن، زندگی، آزادی، وقتی به مرحله زندگی میرسیم، زن کارگر و زن طبقات مرفه و زن طبقات بورژوا با همدیگه خانه‌های زیادی ندارن. اونجا هاست که یک مقداری صفحاشون میتونه از همدیگه تفکیک بشه و درست هم است که تفکیک بشه. افق‌هایی که در برابر اینها وجود داره با توجه به اینکه کجا ایستادن، یه جاهایی ما هم هماهنگی دارن، یه جایی میتونن حتی در مقابل هم دیگه قرار بگیرن. امروز با شروع این اعتصابات، با این گام‌های محکم، این مارش انقلابی که به گوش ما میرسه، واقعا موقعش است که ما همه جا نانکار آزادی رو مطرح بکنیم و یادآوری بکنیم که فقط مسئله حجاب اسلامی نیست، فقط مسئله آزادی‌های سیاسی و مدنی نیست، بلکه مسائل بالاتری از اونها هست. ما می‌خوایم یک ایرانی نه فقط آزاد بلکه آباد داشته باشیم، ایرانی که درش ملیت‌های تحت ستم با آرامش خاطر و با به قول معروف خیال راحت بپیوندن به بقیه و قبول داشته باشن که جایگاه ویژه‌ای رو در کنار دیگران دارن که اونها در واقع از یک حق مساوی برخوردارن. اینها درسته که در شعار عمومی زن، زندگی، آزادی میشه گفت که توی زندگیش و توی آزادیش مستتره، ولی کافی نیست. امروز وظیفه فعالین سوسیالیست و انقلابی، اونهایی که قبول دارن که تحول آینده باید با نقش هرچه گسترده‌تر و تعیین کننده‌تر کارگران و فعالین کارگری تعیین بشه، میبایستی ما این شعار رو همگانی بکنیم. این شعارها رو باید در کارخانه‌ها، در واحدهای کار، در واحدهای تولیدی، در بین کارمندان دونپایه و غیره ما این رو همه‌گیر بکنیم و تکمیل بکنیم این شعار زن، زندگی، آزادی رو و از این طریق این که میگیم ما وارد فاز بالاتری شدیم، شعارهای متناسب با این فاز بالاتر هم بیاریم. ما میدونیم تاریخ انقلابات در ایران، تاریخ جنبش‌ها در ایران نشون داده که رژیمی مثل جمهوری اسلامی رو درست مثل رژیم سلطنتی جز با اعتصابات سراسری کارگری و زحمتکشان، جز با یک قیام نهایی نمیشه به زیر کشید و ما الان داریم به اون فاز نزدیک میشیم و برای اینکه این در واقع اعتصابات سراسری بشه، برای اینکه ما بتونیم این رو بهتر و عالی‌تر به جلو ببریم، میبایستی که شعارهای متناسب خودمون رو با اون به میدان بیاریم و من فکر میکنم امروز وضعیتی هست که ما وارد این فاز شدیم و باید این شعارهای کار، نان، آزادی،
اداره شورایی، این شکلی از دولت رو که ما میخوایم پیشنهاد بدیم به مردم که دیگه سرشون دوباره کلا نره، اینها انقلاب بکنن، اینها جنبش رو به جلو ببرن، کشته بدن، سختی بکشن، اعتصاب بکنن، گرسنگی بکشن و بعد از بالای سرشون یه عده‌ای بیان و در ائتلاف با قدرت‌های جهانی مثلا از بالای سر اینها قدرت رو قبضه بکنن و دوباره روز از نو و روزی از نو. بله سپاسگزارم رفیق بهروز. خیلی زمانی که فراخوان اعتصاب میده هستن کسانی که میگن مردم خودشون در خیابون ها هستن، شما ازشون میخواین که به خونه هاشون برگردن. اهمیت اعتصاب، مخصوصا اعتصابات کارگری که میشه گفت ستون فقرات اعتصابات عمومی هستش رو برای ما بگید. این اعتصاب کارگری میتونه چقدر به نفع توده های معترض در خیابون ها باشه؟ اساساً بدون کمک جنبش اعتصابی، جنبش‌های خیابانی از نفس میافتند. مردم چقدر میتونن برن جلو زد و خورد بکنن؟ چقدر میتونن برن در واقع درگیر بشن با نیروهای سرکوب به طور مستقیم؟ ما این تجربه رو توی به ما میگن که شما چرا اینقدر اون دوران سلطنت رو یادآوری میکنید؟ اون دیگه تموم شده، عوض شده، غیر این حرفا. بله عوض شده ولی تموم نشده. و به خصوص این که ما در یک سطح بالاتری همون رو داریم تکرار میکنیم. در سطح بسیار بالاتر، اون موقعی که انقلاب ضد سلطنتی اتفاق افتاد، قیام مسلحانه اتفاق افتاد، اون موقع جمعیت شهرنشین ایران 54-5% بیشتر نبود. اون موقع سهمی که کشاورزی و دهقانان در اقتصاد ایران داشتن اصلا قابل مقایسه نبود با الان، بسیار بسیار بالاتر از این بود. علیرغمی که ما هنوز در همون موقع هم روی رانت نفتی بودیم، ولی ترکیب جمعیت به کلی متفاوت بود. امروز ترکیب جمعیت ما شهری‌تر، کارگری‌تر و حقوق‌بگیرتر هست. این رو دیگه تمام آمار و ارقامی که وجود داره اثبات می‌کنه، بحث تئوریک نیست. من رجوع میدم به خصوص کسایی که خود شک دارن به کار بسیار پرارزش و درخشانی که 2 تن از محققان چپ ما انجام دادن، آقایان نومانی و بهداد، که سرشماری‌های دو سرشماری پیشین رو مورد بررسی قرار دادن و نشون دادن که چطور بعد از پایان جنگ ایران و عراق جمعیت کارگران همینجور رو به افزایش بوده و این روند ادامه پیدا کرده. آخرین سرشماری هم که انجام گرفت کاملا پیش بینی های اونا رو که میگفتن جمعیت کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران قطعا جمعیت اکثریت بزرگی در ایران خواهد بود و اثبات کرده. این ثابت شده است. این یک، اما با عینک ایدئولوژیک بهش نگاه نمی کنم، آمار و ارقامی هست که در اختیار ما قرار گرفته. بسیار بالاتر وزن کارگران و حقوق بگیران ثابت امروز در اقتصاد ایران، در جامعه ایران و در تعیین تحولات آتی. در نتیجه ما بایستی که توجه داشته باشیم وقتی کارگران میخوان اعتراض بکنن سلاح اونها اعتصابه. یعنی اونجای کارگر به مثابه کارگر به میدان میاد، نه به مثابه یک شهروند شورشی. وگرنه کارگران جوان، بیکارها، جوانان بی آینده‌ای که بخشی از ارتش ذخیره کار بیکار ایران رو تشکیل میدن همه جزء طبقه کارگرن و اونها هستن که نقش بسیار بسیار سنگینی رو در همین زد و خوردها و مبارزات درخشان خیابانی دارن انجام میدن. اولین کسی که در آمل کشته شد یک جوان کارگر باتری ساز بود، ولی اون به عنوان یک شهروند معترض با نیروهای سرکوب درگیر شده بود. ولی همون کارگر باتری ساز اگه در کارخانه‌ای که باتری سازی رو میکنه وارد مبارزه میشد، با اعتصابش وارد میشد و اعتصاب میکرد و میومد. این نه تنها تضعیف نمیکنه جنبش خیابانی رو، بلکه تقویت میکنه. من اینها رو گفته بودم که رجوع بدم به جنبش قبلی. یادتون باشه جنبش‌های خیابانی به خصوص بعد از کشتار 17 شهریور با بنبست روبرو شده بود. اعتراضات و درگیری‌ها با نیروهای ساواک و نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش در ایران پیش نمی‌رفت دیگه و یواش یواش جنبش داشت از نفس می‌افتاد که اعتصابات کارگری شروع شد. اعتصابات کارگری که شروع شد وضعیت جامعه، روزمره جامعه رو مختل کرد، ستون فقرات رژیم رو هدف گرفت و به خصوص وقتی این اعتصابات کشیده شد به بخش نفت که شاهرگ اقتصادی ما هست، بازی به کلی تغییر کرد و توازن قوا به یک ضرب به طرف جنبش عمومی ضد استبدادی اومد. کاری نداریم که رهبریش رو کی گرفت کی نگرفت. توازن قوایی که بین نیروهای انقلابی، بین نیروهای معترض و دستگاه سرکوب سلطنتی وجود داشت، نه مبارزه خیابانی به تنهایی، بلکه تنها با ورود کارگران به اعتصاب بود که این توازن قوا تغییر کرد. در نتیجه اونایی که به ما اعتراض میکنن میگن شما دعوت به اعتصاب میکنید یعنی مردم برن خونه هاشون، ما میگیم به هیچ وجه. ما میگیم شما اعتصاب بکنید کارگرها،
وضعیت اقتصادی رژیم رو به هم بریزید، به خصوص از کارگران نفت دعوت می‌کنیم که اعتصاب بکنن که این ماشین دولتی که بر اساس اون مدل شدن مختل بکنید، اقتصاد شریان حیاتی این دولت رو به دست خودتون بگیرید و در کمک بکنید به جنبش‌های اعتراضی که در خیابان‌ها وجود داره. این دو نه تنها نافی همدیگه نیستن، بلکه بیش از حد به طور دیالکتیکی مکمل و تقویت کننده همدیگه هستن. بدون این شورش‌های خیابانی، بدون این خیزش عظیم خیابانی که الان بیش از 2 ماه در جریانه، این تکانی که اعتصاب کارگری خورده و این ورود این کارگران به صورت طبقه کارگر با سلاح توده‌ای خودشون، یعنی اعتصاب به جنبش کارگری با این ابعاد، قابل اصلا انتظار نبود. این به اون کمک کرده. حالا خواهید دید که ورود این کارگران اولا باعث میشه که نیروهای انتظامی تقسیم بشن. الان مجبور هستن که مسئله اعتصابات هم برسن. فشار شدیدی روی کارفرماها وجود داره، فشار شدیدی روی دولت به مثابه بزرگترین کارفرما وجود داره، باید پاسخگو باشه. و چرا که نه، یه سری خواسته ها و دستاوردهای مطالباتی که الان بیش از 10 ساله که جنبش مطالباتی کارگران داره میکوبه که برای اونها رو به دست بیاره، توی همین جنبش میتونه اونها رو هم از آن خود بکنه. اما باید هشدار داد بهشون، بسنده بهش دیگه نباید کرد. ما دیگه از فاز مبارزات مطالباتی بیرون اومدیم. ما الان کل نظام رو به چالش کشیدیم و تکرار میکنم، ما نمیگیم شما برین خونه هاتون دیگه تظاهرات و خیابون نکنید، برعکس میگیم برین جلوی کارخونه ها هم تظاهرات بکنید و از اونها هم حمایت بکنید تا اونها هم از شما حمایت بکنن. خواهید دید که با تقسیم شدن نیروهای انتظامی که مجبورن الان مسئله اعتصابات هم برسن، قدرت شما چند برابر خواهد شد. بله، سپاسگزارم. خب میشه گفت ما داریم خیلی با خوشحالی از پیوستن کارگران به اعتصابات داریم صحبت میکنیم و واقعا وارد میشه گفت یه خیز بسیار بلند برداشتن کارگران. به نظر شما اگر مقایسه بکنیم، همونطور که در حرفای شما هم بود، با انقلاب 57 و پیوستن کارگران، مخصوصا کارگران نفت به انقلاب، این روند امروز سریعتر بوده یا نه این داره یه حالت عادی خودش رو طی کرده، یا اینکه همونطور که من گفتم این خیز بود؟ خیز بسیار بزرگی هم بود. فراموش نکنیم وقتی که انقلاب ضد سلطنتی شروع شد در اوایل 1356، 12-13 ماه، یا دقیق‌تر بخوایم بگیم واقعا اون موقعی که جنبش کارگری اعتصابی وارد میدان شد 14 ماه طول کشیده بود. و این وقتی که اومد بود که توازن قوا رو به هم زد و رژیم رو آچمز کرد و به فاصله 2 ماه بساط رژیم سلطنتی در واقع چیده شد. علت تأخیرش قبل از هر چیز این بود که پیش از اون به 1001 دلیل، از جمله به خاطر رونق اقتصادی که سالهای قبل بود و تنها 2 سال بود که به اصطلاح رژیم سلطنتی وارد بحران شده بود، بحران اقتصادی که با خودش بیکاری آورد سالهای 53 54 55 بود. یعنی 55 بود که ما تازه با آمار بیکاری و اینها روبرو شدیم. تا پیش از اون نتایج اصلاحات ارضی و غلبه شیوه سرمایه‌داری به شیوه ما قبل اون، ایجاد کارخانه‌ها پشت سر هم که مثل قارچ میرویدن که در این تقسیم کار بین‌المللی امپریالیستی جایگاه جدیدی به ایران داده شده بود و ایران دقیقاً دولت شاهنشاهی دقیقاً نقشه‌ای رو داشت پیاده می‌کرد که استراتژی‌های اقتصادی بین‌المللی که توی واشنگتن و لندن و پاریس و اینا نشسته بودن براش داشتن نسخه پیش می‌کردن. بحث ما الان این نیست، یه روزی میتونیم مفصل سر این صحبت بکنیم. یه جایگاه ویژه‌ای توی تقسیم کار بین‌المللی به این کشورها داده شده بود، صنایع مونتاژ رو منتقل کرده بودن به اینجا، همون کاری که مثلا با چین کردن توی 2 دهه پیش، الان هم دارن نتایجش می‌بینن. و اون موقع اتفاقا کمبود کارگر بود. یادتون هست که آفیشایی که تو روزنامه‌های اطلاعات و کیهان می‌زدن که اینقدر میدیم، خونه میدیم، پاداش هم میدیم، غیره هم میدیم، یعنی کارخانه‌های صنعتی که مثل ایران ناسیونال، مثل مجتمع‌های صنعتی بزرگی که درست شده بود، مثل تراکتورسازی و غیره، اینا احتیاج به کارگری داشتن که در دسترس نبود. این از 42 تا 53 54 یه همچین وضعیتی بود. در نتیجه ما با جنبش‌های اعتراضی مطالباتی کارگران روبرو نبودیم، هرچند که شدیدترین دیکتاتوری‌ها رو داشتیم و در نتیجه شدیدترین واکنش رو در مقابلش که حتی به شکل مبارزه مسلحانه چریکی خودشون نشون داده بود. یعنی خفقان و درگیری تضاد بین دیکتاتوری و کل جامعه به جای خودش بود، ولی اونجایی که به کارگران مربوط میشد ما شاهد اعتصابات بزرگ کارگری نبودیم. تک و توک اعتصاباتی رو می‌دیدیم. دلیلش ساده است. سرمایه‌داری شیوه قبلی رو زده بود کنار، احتیاج به کارخانه‌ها بود، کمبود کارگر داشت. اتفاقا رونقی که با خودش آورد مثل همه جا توی اقتصادات سرمایه‌داری بعد از یه دوره این به بحران تبدیل میشه.
این بحران توأم شد با شوک نفتی که معروفه که میگن که در واقع ما مارکسی از نظریه مارکسی بخوایم بگیم همزمان و توأم شد با اولین بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که به میلادیش میشه 1973، مال ما میشه 53 54 و این موج این بحران 55 به ایران رسید. 55 که به ایران رسید ما شاهد این هستیم که در عرض 2 سال در اون جمعیت اون موقع ایران که 30 میلیون نفر بود 400,000 بیکار یهویی ایجاد شدن. کارخونه‌ها بستن. کسانی که تا دیروز شکار میکردن جوانان رو از توی خیابون‌ها که بیایید برای ما کار کنید، 400,000 نفر طبق آمار رسمی که وجود داره ما بیکار داشتیم و بحران اون موقع اومد. ولی ما الان یعنی میخوام بگم جنبش کارگری در ایران تحت تاثیر جنبش سیاسی وارد مبارزه شد. در صورتی که ما در ایران الان 10 ساله که مبارزات مطالباتی سنگینی رو داریم به خاطر اینکه رکود و تورم توامان رو بیش از 15 ساله که داریم تجربه میکنیم و شاهد مبارزه و جنگ و گریز مبارزه مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ثابت به مدت بیش از نزدیک به 10 ساله داریم. اون چیزی که ما اسمشو میذاریم جنبش نوین کارگری ایران که بعد از روی کار آمدن رفسنجانی و اولین موج خصوصی سازی ها و اجرای سیاست های کلان نئولیبرالی در ایران شروع شد که به اون اصلاح قانون معروف هسته 44 بخش دولتی قانون اساسی هم منجر شده بود. از اون موقع با یه فاصله کوتاهی کارگران ایران شروع کردن دفاع کردن از خودشون، دفاع کردن از این واحدهای تولیدی که دارن، جلوی بسته شدنشون رو بگیرن، شرایط کارشون رو بگیرن، حقوقای عقب موندهشون رو بگیرن. ما 10 ساله که جنبش کارگری ما در حال جنگ و گریز با دولت و کارفرماها هست و فراموش نکنیم بزرگترین کارفرما در ایران خود دولته. درگیری سر حقوق حداقل، درگیری سر قوانین کار، درگیری سر حق اعتصاب و داشتن اتحادیه‌های کارگری که چه هزینه سنگینی رو فعالین ما دادن بهشون و فراموش نکنیم الان زبده ترین، با سابقه ترین، شناخته شده ترین شخصیت ها و مبارزین جنبش کارگری و معلمان ما که توی این مدت پرچم مبارزه برای حقوق کارگران و معلمان رو به دوش خودشون کشیدن، بیکار شدن، نیمه گرسنگی دادن به خانواده خودشون، چندین و چند سال زندان رفتن، الان همشون قبل از شروع این خیزش شکار شدن توسط جنبش و الان در زندان هستن و ما نباید اونا رو فراموش بکنیم. برای همین خواست آزادی زندانیان سیاسی، آزادی کنشگران سیاسی رو هم همه جا باید با خودمون ببریم. اما برگردیم به صحبت خودمون و اون که جنبش کارگری که یک همچین سابقه مبارزاتی رو داره و به بخش مهمی از خواستای خودش نرسیده، طبیعیه که خیلی سریعتر وارد مبارزه میشه و دیگه لازم نبود که ما 12 ماه منتظر بشیم تا اولین موج اعتصابات شروع بشه. این امری است طبیعی و دقیق‌تر بخوایم بگین حتی کسانی مثل من که یک کمی با دقت دنبال میکنیم تحولاتی که توی کارگرها و حقوق بگیران ثابت در این اتفاق میفته، یک کمی فکر می‌کردیم که دیر شده، یه تأخیر در انجماد هست، چون اون کارگرایی که توی 7 تپه خصوصی سازی رو پس میگیرن، دولت رو شکست میدن و مسئله مالکیت عمومی رو مطرح میکنن، مسئله اداره شورایی رو مطرح میکنن، واقعیت اینه که ما منتظر بودیم تا زودتر از این حرفا وارد بشن که شدن. ما دیدیم که این میگیم اعتصاب مدرسه انقلابه یک شعار نیست. شما نگاه بکنید اولین اعتصاب سیاسی که در این خیزش اتفاق افتاد، اعتصابی بود که توسط بخشی از کارگران پروژه‌ای شرکت نفت داده شد که چه سرکوبی هم شدن. 350 نفرشون رو گرفتن که ما هنوز اطلاعات دقیق از اونا نداریم، ولی اونا با خواسته مرگ بر دیکتاتور اومدن توی صحنه محل کارشون و تظاهرات کردن. همون کسانی هستن که اعتصاب شکوهمند 100,000 نفره تابستان پیش رو سازماندهی کرده بودن برای خواسته‌های مطالباتی خودشون و در 7 تپه هم دیدیم که اومدن و حمایت کردن از اینها، سرکوب شدن و ضمناً پاداش هم گرفتن، چون میدونید که برای اولین بار بدونید که درخواست پاداش کرده باشن بهشون 7 میلیون تومان پاداش هم داده شده بود. یعنی رژیم سعی کرده بود که بخش آگاه جنبش کارگری رو خریداری بکنه که خب خوشبختانه نه میتونست و نتونست که موفق بشه. اینه که بخوام جمع‌بندی بکنم، جمع‌بندی شما کاش کاملا موافقم، جنبش کارگری ما با سرعت سرسام‌آوری داره وارد مبارزه سیاسی میشه، خیلی سریعتر از اونی که انتظارش رو هر کسی میتونست داشته باشه. از فعالین کارگری آگاه که نه تنها آگاهی طبقاتی دارن، بخش بزرگیشون آگاهی سوسیالیستی دارن، میدونن اصلا چه جامعه‌ای رو میخوان، میدونن که میخوان حکومت شوراها بیاد، اداره شورایی بیاد، میدونن که باید برن برای کنترل کارخانه ها. من با اونا صحبت نمیکنم، اونا مدت هاست که در مبارزه سیاسی هستن.
این که توده کارگرها بهشون پاسخ بدن، این که اعتصابات کارگری راه بیفته و اینجور پیوسته به هم دیگه وصل بشه که امیدواریم همینجور ادامه پیدا بکنه و سرکوب موفق نشه که این رو قطع بکنه، چون همواره ببینید در خوشبینانه ترین سناریوها باید مقدارم واقع بین بود. دستگاه سرکوب خونین جمهوری اسلامی یک هیولای عجیب غریبیه و شما به هیچ وجه نمیتونید اون رو دست کم بگیرید و به هیچ وجه اگر یک جایی هست که در این ایران بلازده‌ای که روحانیت حاکم به این وضع اسفناک انداختتش، اگر ناکارایی اینا رو در همه جا ما داریم میبینیم، در هیچ کجا اینها نتونستن کاری رو درست پیش ببرن، وقتی شما نگاه میکنید که در صنایع نظامی که حیاتشون بهشون وصله و وقتی نگاه میکنید به دستگاه امنیتی میبینید که چه کارایی از خودشون نشون دادن، اونجایی که برای حفظ خودشون هست کارایی بسیار بالایی رو نشون دادن به قیمت خون و شلاق و زندان و شکنجه و تبعید. در نتیجه نباید دست کمشون گرفت، اصلا اینجوری نباید گفت که تموم شد، سود زدیم، کارگران اومدن پس قضیه دیگه تموم شده است. نه، این جنبش میتونه در اثر ضربات سنگین از نفس بیفته، این جنبش میتونه یه عقب نشینی داشته باشه، ولی این رو دیگه با قاطعیت میشه گفت هر اتفاقی برای این جنبش بیفته، به خصوص با ورود جنبش اعتصابی کارگرها، قبل و بعد این جنبش در تاریخ ایران اصلا دیگه سوا شده است. گفتمان اصلاح طلبی که میگه از بالا باید بکنیم و غیره برای همیشه به گور سپرده شده. اگر جنبش و خیزش قهرمانان دی اولین ضربه رو به این اصلاح طلبی زد، اگر آبان دی رو تثبیت کرد، جنبش آبان امسال 1401 آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی و گفتمان این که شما اون پایین یه سری شلوغ بازی‌ها بکنید، ما این بالا قضیه رو فتح می‌کنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت‌های دموکراتیک داره، ما اون رو گشایش خواهیم داد و غیره، ضمن این که اصل 5 رو که قانون اساسی باشه یا ولایت فقیه باشه نگرش می‌داریم و غیره، این برای همیشه به گور سپرده شده. برای همین هم است که شما می‌بینید اصلاح طلب‌ها حتی نقش کمکی هم تو این دوره ندارن و حتی ولایت فقیه رو نمی‌کنه بهشون که بخوام بیان کسی رو آروم بکنن، چون حرفشون خریدار نداره. من خیلی بدم میاد از نقل قول کردن از حرفای اینا، چون اینقدر سراب به مردم ما فروختند و اینقدر آینده های غیر واقعی رو به مردم ایران غالب کردند، بردنشون پای انتخابات، نه یک بار نه دو بار، چند بار، و سراب بهشون فروختن. هیچ خوشم نمیاد که ازشون نقل قول بکنم، ولی از یکی از گستاخ‌ترین پرروترین اینها من همیشه این رو نقل قول میکنم و اون صادق زیباکلام استاد دانشگاه که یکی از اصلاح طلبای معروفی که میدونیم که همیشه هم چون زیادی اصلاح طلب بوده یه سری مشکلاتی با دولت هم داشته. جنبندی که این آقا از جنبش دی کرد جنبندی ما هم هست. این گفت جنبش دی ماه نشان داد که گفتمان اصلاح طلبی در میان فرودستان جامعه دیگه جایی نداره. ما 100% با ایشون موافقیم. خیلی هم خوشحالیم که به این جنبندی رسیدن، چون حرف ما رو تایید کردن. آبان 98 رو تثبیت کرد، آبان 401 برای همیشه به گور سپرد. این یکی. دومین مسئله که خیلی مهمه و این نشون میده که این جنبش ما به نقد دستاوردهایی داشته، مرکزیت و محوریت مسئله زن و اینکه این انقلاب آینده بخشن حتما زنانه خواهد بود و اینکه این مسئله‌ای که یکی از پایه‌های ایدئولوژیک ایران رو، حکومت در ایران رو هدف قرار گرفته، مسئله حجاب و پوشش اسلامی، مسئله حقوق برابر زنان، مسئله آزادی پوشش زنان، این با این سطحی که در جامعه ما مطرح شده، شما فکر میکنید که زنان و دختران ایرانی حتی اگر این جنبش رو در خون خفه بکنن دوباره باز خواهند گشت زیر حجاب قبلی؟ حتی به نظر من کله خرترین، متعصبترین اعضای حوزه‌های علمیه قوم هم این رو فهمیدن که زنان و دختران دلاور و قهرمان ایرانی رو که چشم دنیا رو خیره کردن با شهامتی که از خودشون نشون داده بودن. من یک جمله‌ای رو دیدم، یک جایی جمله‌ای رو دیدم، خاطرم نیست کجاست، چقدر زیبا بود که نوشته بود چه شجاعتی در این جامعه ما پنهان بود، چه شجاعتی در خفا بود که امروز داره خودشو نشون میده و بخش بزرگی از این شجاعت رو زنان، دختران و زنان ما هستن که دارن نشون میدن و این بر نخواهد گشت. این فنری هست که کشیده شده و دیگه به جای خودش باز نخواهد گشت. اینو اونا هم میدونن. گفتمان اصلاح طلبی، محوریت مسئله زن، برابری های طبقاتی که الان داره خودش رو، خواست برابری طبقاتی که خودش داره مطرح میکنه و این برای همینم من میگم ما وظیفه داریم این شعار نان
کار آزادی رو و شعار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو ببریم تو این جنبش و سطح جنبش رو از این هم بالاتر ببریم، همه اینها نشون میده که به نقد این جنبش پیروز شده، حتی اگر شکست بخوره. شکست هایی هست که پیروزی های بزرگی و این یکی از اون مسائلی است که ما الان باش روبرو هستیم. حتی اگر این جنبش شکست بخوره، ما به نقد پیروزی های بزرگی رو به دست آوردیم که توشه و دستمایه جنبش‌های دیگه‌ای خواهد شد که با سرعت خواهد اومد، چون این دولت هیچ پاسخی براش نداره و بی‌آبرویی که این دولت باش روبرو شده. و واقعا هم باید گفت یک نکته دیگه هم که یادم رفت، اینقدر حرف داریم ما برای زدن و با وجودی که معرفی میکنم بازم یادم میره، فقط اصلاح طلبان نیستن که به خاک سپرده شدن، آلترناتیوهای بورژوایی هم دچار تزلزل شدن و به خصوص مسئله سلطنت طلبها دچار بحران جدی شده. شما نگاه بکنید با تمام تلاشی که خبررسانه‌های خارجی میکنن که سعی میکنن که آلترناتیو صنعتی رو مطرح بکنن، شما شعار در حمایت از اینا نمیشنوید. و واقعیتش اینه که اون کسانی که طرفدار این بازگشت به نظام هستن کسانی نیستن که توی خیابونن. معلومه از ونک به بالا توی کلان سرمایه‌دارانی که یه پاشون توی تهران، شمال تهران، توی لواسانات و یه پاشون توی لس آنجلس و پاریس و لندن، قطعا اونا گرایشات بازگشت به گذشته میتونه توشون باشه که حتی تو اونم قطعی نیست، ولی میتونه تو اونها وجود داشته باشه که دوران نور اعلی حضرت رو که اینا میچاپیدن و ساواک هم براشون آرامش برقرار میکرد و دوباره بخوان طلب بکنن. ولی آیا شما باستا ببینید توی جنبش مردمی ما دیدید حتی اون شعار معروف رضا شاه روح‌الشاد رو که به غلط مطرح شد و ما فهمیدیم که از کجا اومده، ما شما توی این نمی‌بینید؟ یعنی هیچ انسان منصف و غیر مغرضی نمیتونه الان بگه که در کسانی که جنبش اعتراضی و خیزش خیابانی ما رو دارن به پیش میبرن رگه های قوی سلطنت طلبی هست. این یک دروغ بزرگه. این هم یکی از دستاوردهای جنبش ما هست که نشون میده ورود به آینده ما بازگشت به گذشته نیست. این خیلی مسئله مهمیه. آینده ما بازگشت به گذشته نیست و این شکست بزرگی هست. برای همین هم هست که ما میبینیم که بورژوازی بزرگ، کلان سرمایه‌داران جهانی که به شدت نگران سرنوشت جمهوری اسلامی هست، نقش مهمی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و اساساً نقشی که ایران به مثابه یک کشور بزرگ و پرجمعیت و پرقدرت و لبریز از سرمایه‌های طبیعی و انسانی، به زبان اونها حرف بزنیم، در خودش داره، اینا به شدت نگران این هستن و شروع کردن که آلترناتیوهایی غیر از سلطنت رو هم شروع کنن. اهمیت‌هایی که بعضی شخصیت‌ها میدن، علی نژادها، حامد اسماعیلیون‌ها، نازنین هنرپیشه و غیره، اینا همه رو دارن امتحان میکنن و میخوان بدونن که اون روزی که مطمئن بشن که توازن قوا به نفع جنبش مردمی تغییر کرده و دیگه در واقع این جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که روی پا بایسته، آدم‌های جدیدی رو میارن و رنگ سلطنت طلبها کمتر شده. حتی این هم یکی از دستاوردهای بزرگ این جنبش در جریان ما هست که تاثیر خودش رو برای همیشه خواهد گذاشت. اینها درس‌های عمومی هست که به نظر من توی جنبش ما وجود داره و دیگه بازگشت به عقب در اینها وجود نخواهد داشت. بله، سپاسگزارم. راستش رو بخواید من میخواستم در بین برنامه‌مون تقریبا میشه گفت 15 دقیقه زمان داریم آخرین تصاویری رو که بینندگان برای ما فرستادن ببینیم، اما خب حرف زیاده و وقت برنامه به نظرم با ارزش حرفای شما رو بشنویم. از شعار نانکار آزادی گفتید. خب کارگرانی که با مطالبات خودشون دارن به صحنه میان قطعا این شعار هم همراه خودشون میارن. و از شعار آزادی زندانیان سیاسی گفتید. من مدام در برنامه‌ها سعی میکنم که اینو مطرح کنم که این شعار رو باید به صدر شعارهامون بیاریم، با توجه به اینکه خب ما شاهد هستیم در سطح زمین، در جلوی چشمای مردم و در ملأ عام چطور وحشیانه و میشه گفت با یه خوی درنده به معترضین حمله میکنه. میبینیم که چطور مستقیم به سر و گردن معترضین شلیک میکنه. الان تصورش خیلی سخت نیست که در دخمه های تاریک خودش داره با این معترضین، داره با زندانیان سیاسی چیکار میکنه و ما هر روز میبینیم که عزیزی جونش رو از دست میده. میبینیم که الان حکم اعدام برای خیلی از معترضین رو صادر کردن. میبینیم که در یکی دو روز گذشته 7 نفر رو اعدام کردن. این بسیار مهمه. اگه شما مایل باشید دوست دارم در مورد اهمیت این
شعار و اینکه ما مردم معترض جلوی درب زندان ها برن، چون 15 دقیقه وقت داریم و دوست دارم در مورد بیانیه های شورای صنفی معلمان هم با هم صحبت کنیم، خیلی کوتاه جواب بدید ازتون ممنون میشم. خواهش می‌کنم. قطعا این شعار رو ما باید ببریم. نه تنها این شعار شعار محوری هست در مقابل جمهوری اسلامی، یکی از اون شعارهایی است که جنبش‌های ما رو، جنبش اعتصابی کارگران رو به خصوص متصل میکنه به جنبش عمومی مردم در خیابان‌ها و در همه جای ایران. و این اتفاقا یادمون نره، بازم تجربه تاریخی، اصلا کارگران صنعت نفت با شعار آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب سیاسی خودشون شروع کردن. نه سرنگونی جمهوری سلطنت پهلوی، با آزادی زندانیان سیاسی شروع کردن. در کشورهای دیکتاتوری این یک شعار محوری هست، یکی از خواسته های اصلی دموکراتیکی هست که هر کسی که دلش ایرانی آزاد میخواد باید باهاش موافق باشه و باید این رو ببره. و اتفاقا یکی از جاهایی هست که پیوند بین بخش‌های مختلف مبارزاتی را با هم دیگه برقرار میکنه. ما زندانیان سیاسی که الان در ایران داریم فقط کارگران نیستن، فقط دانشجویان نیستن، زنان، دختران، دانش آموزان، ملیت‌های تحت ستم، همه اینها الان زندانی سیاسی دارن و همشون در معرض خطر اعدامن، در معرض شکنجه هستن. ما میدونیم که این رژیم یک رژیم داعشیه. هر چقدر بیشتر ما بهش فشار بیاریم، اون ددمنشی و اون خصلت نهان داعشیش بیشتر میاد. فجایع دهه 60 رو یادتون هست، تجاوزهای توی زندان رو یادتون هست. ما الان داستان‌ها رو دوباره داریم میشنویم. یعنی هرچی این حیوانات رو ما بیشتر زخمی بکنیم، اینها بیشتر اون خصلت ددمنشی داعشیشون میاد بیرون و در مقابلش فقط میشه این خواسته‌ها و مطالبات رو برد، رفت جلوی زندان‌ها هم‌مسری کرد، رفت به خانواده‌های زندانیان سر زد و ازشون حمایت کرد. این یکی سنتی هست که همه جا توی ایران خیلی روش تاکید میشه، هم دلگرمی میدیم اونها. امروز اتفاقا قبل از اینکه شما وارد استودیو بشید من این رو بیان کردم که یه صحنه زیبا از انقلاب ایران رو شاهد بودیم، هرچند که ما روزانه شاهد این صحنه هستیم که مردم تهران به خانواده‌های زندانیان سیاسی که در زندان اوین هستن و منتظر خبر از عزیزانشون بودن، مردم تهران رفتن و اونجا ازشون پذیرایی کردن و میشه گفت یکی از زیباترین صحنه‌های انقلاب کنونی ایران بودیم که من دیدم و واقعا جای بسی خوشحالیه. امیدوارم در همه شهرها این کار انجام بشه و عذر میخوام که صحبتاتون رو قطع کردم. بفرمایید. نه دقیقاً اثبات همین حرفی است که من ندیدم، این خبر رو من هنوز نشیده بودم، چون میدونید که من کار میکنم و دائما نمیتونم نگاه بکنم، ولی این خبر خیلی خیلی خبر مهمیه. یعنی اصلا قلب آدم رو روشن میکنه. ببینید این زندانیان سیاسی، این دختران پسران جوانی که زیر لگدهای این حیوانات بسیجی و داعشی و پاسدارها و انواع اقسام دستگاه سرکوب هستن، دخترای پسرای من و شما هستن. همه اینها میتونن اونا باشن. اون به قول معروف نوید افکاری که میگفت من هم پسر مادری هستم. هر کسی که میفته پسر یک پدر و یک مادره و این درد مشترک ماست، به قول شاملوی بزرگ این درد مشترک ماست، اون رو باید فریاد کرد. و اینکه اینا دارن فریاد میکنن مرهمی هست هم به اونها هم به کسانی که میدونن فردا ممکنه نوبت اونها باشه. همه ما این صحنه ها رو دیدیم، همه ما این خطرات رو حس کردیم. هر کدوممون به نوعی در مبارزه علیه این رژیم سایه شوم این سرکوب رو دیدیم. خطر زندان و گلوله خوردن و شکنجه شدن رو از بیخ گوش خودمون احساس کردیم اگر دستگیر نشده باشیم و شانس آورده باشیم. همه میدونیم که این همدردی ها چقدر اهمیت داره و چقدر این مهمه، ولی همزمان با اون توده‌ای کردن این شعار اهمیتش از این ملاقات ها هم بیشتره. این دادن این شعار آزادی زندان سیاسی رو دائما باید توصیه کرد و تشویقش کرد، در کنار بردن شعار نانکار آزادی که همه اینا به هم وصله. یعنی ما آزادی که میگیم بخش بزرگیش آزادی هم زندانیان سیاسیه. ما ایرانی رو میخوایم که کسی رو به خاطر عقیدهش، به خاطر اعتراضش، به خاطر اینکه اعتصاب سازماندهی کرده، به خاطر اینکه سندیکا درست کرده، شورا درست کرده، به زندان نبرن. ما طرفدار این هستیم که هر کسی بتونه از حقوق خودش دفاع بکنه به شیوه‌هایی که جامعه بشری تا به حال در اختیار ما قرار داده. حق اعتصاب، حق داشتن سازمان‌های مستقل کارگری، کارمندی، بازنشستگی، معلمان، اینا حقوق ابتدایی هست که یادآوری باید کرد. نه رژیم سلطنتی، نه رژیم خلافتی هیچ کدوم این رو به رسمیت نشناختن، هیچ کدوم اینها رو قانونی نکردن و این خط قرمزی هست که سرمایه‌داران چکمه‌پوش دوره سلطنت رو وصل میکنه به سرمایه‌داران نعلینی این دوره.
مخالفت با حق اعتصاب، مخالفت با آزادی بیان و اندیشه و مخالفت به خصوص با سازماندهی مستقل کارگران و حقوق ایران ثابت. این شعارها رو امروز اتفاقا باید برد و یادآوری کرد که اون عزیزانی که الان زندان هستند، خبر داری که حال رضا شهابی اصلا خوب نیست و پزشک بیمارستان گفته که این باید در واقع در شرایط بسیار بهتری مورد معالجه قرار بگیره و احتمالاً مجددا عمل بشه. عمل از چی بشه؟ از مشکل مهره گردنی که کجا دچار شد؟ در زندان قبلی جمهوری اسلامی و شکنجه‌هایی که شد مهره‌هاش رو عوض کردن. کتک‌هایی که اون موقع خورده بود، شکنجه‌هایی که شده بود، این آسیب رو بهش زد که الان دوباره در زندان این عود کرده و اینها در واقع کسانی هستند که پرچمدار این جنبش ما بودن. الان جعفر ابراهیمی رو دوباره ما دیدیم که دستش به زنجیر بستن در زندان و چه فاجعه‌ای رو در واقع انسانی رو اینا تصویر کردن برای ما. این عزیزانی هستن که این جنبش رو روی شونه‌های خودشون حمل کردن موقعی که در خیابان‌ها خبری نبود. ما مدیونیم به اینها، باید صدای اونها باشیم، باید بلندگوی اونها باشیم. من امیدوارم که دانشجوهای ما خیلی حساسن به اینها و چقدر درخشان اینها شعارها رو به موقع میدن و اینها رو همگیر میکنن، به این مسئله توجه بیشتری رو بکنن، هرچند که اونها شعارهای خودشون رو میدن، ولی این رو باید توده‌گیر کرد و این رو باید برد جلو. ما وارد فاز جدیدی شدیم که تلفیق این شعارها رو دائما باید تشویق بکنیم که اجازه ندیم در سطح بمونیم و به یک شعار عمومی بسنده بکنیم. بله، سپاسگزارم رفیق بهروز. پریروز ما شاهدیم بودیم که شورای صنفی تشکل‌های معلمان یه بیانیه داده بود و دیروز هم معلمان کردستان، سقز و زیویه بیانیه داده بودند در محکومیت شکنجه و آزار و اذیت معلمان سوران، اسکندر لطفی و حکم‌های فعلی که برای معلمان و فعالان صنفی این حکم‌ها را صادر می‌کنند و همچنین محکوم کردن سرکوب معترضین و کشتن کودکان در سطح خیابون‌ها. با توجه به اینکه خب ما می‌دونیم رژیم در حال یکی از بدترین شرایط 43 سال گذشته در این شرایط قرار داره و پایه‌هاش سست شدن و در حال ریزش هستش و در حال خودش به خوبی اینو میدونه که داره سرنگون میشه. این همه حکم‌های فعلی، آزار و اذیت فعالان از جمله فعالان معلمی، شما اینو چطور میبینید؟ چطور ارزیابیش میکنید؟ ببینید این رژیم چاره‌ای نداره جز این که پشت به دیوار از خودش با اسلحه دفاع بکنه. برنامه‌ای نداره. این رژیم اگر برنامه‌ای داشت برای اینکه حتی پاسخ‌های جزئی به خواست‌های مردم بده، بعد از خیزش قهرمانان دی‌ماه و به خصوص بعد از خیزش آبان که در اصل چی بود؟ خیزش آبان کار مامورای آمریکا و اسرائیل بود یا افزایش قیمت نفت و بنزین در یک شب به 2 تا 3 برابر قیمت بود؟ در اعتراض به چی بود که مردم توی آبان 98 به خیابون اومدن؟ رژیم این رو میدونست. تحلیلگراش براش توضیح داده بودن. اسنادی که هست، متخصصینی که تو دانشگاه غیره براش کار میکنن براشون توضیح داده بودن که ترکیب کسانی که توی دی ماه به خیابون اومدن، دی 96 و کسانی که توی آبان 98 اعتراض کردن، احشار فرودست این جامعه هستند. کسانی که یک موقع یه دوره پایه این رژیم بودن. اون موقعی که اینا مستضعف می‌کردن در اوایل انقلاب، این بخش از حاشیه نشینای شریعه، پدر مادرای اینها در واقع اونهایی بودن که خمینی روی دوش خودشون آورده بودن و این موقعیت رو بهش داده بودن. چه برنامه‌ای رو براشون پیشنهاد کرد؟ آیا کوچکترین تلاشی برای پاسخ دادن به مسئله افزایش قیمت کردن یا نکردن؟ قیمت سوخت مطلقاً انگار نه انگار. اینها میخوان فقط با سرنیزه حکومت بکنن، هیچ دیالوگی با جامعه ندارن، نمیتونن داشته باشن. ولایت فقیهی که جامعه ایران رو امت و گله گوسفند میدونه، چطور میتونه باز وارد دیالوگ بشه؟ رژیم شاهنشاهی هم همینجور بود. اساساً طبقات حاکمه، بورژوازی ایران فرهنگ دیالوگ نداره، ابزاری رو در اختیار قرار نمیده که با جامعه ولو با بخش‌های بالاییش وارد دیالوگ و تقسیم به اصطلاح پست و مقام بشه. هم در جمهوری، در سلطنت پهلوی، هم در حاکمیت ولایت فقیه ما با دیکتاتوری هستیم که توی یه فرد خلاصه میشه. شاه و دربار، خامنه‌ای و بیت امام، این دوتا عین همن. چه فرقی میکنه که اون چکمه پوش و شیک پوش بود، این نعلین پوش و عبا پوشه؟ مکانیزم قدرت، هرم قدرت از بالا به پایین بود. اینها برای دفاع از خودشون
وارد دیالوگ با جامعه نمیشن. در نتیجه اینها چاره‌ای جز این ندارن که هرچه خشن‌تر، هرچه خونین‌تر باشن. و در مقابل این جنبش‌های انقلابی هم چاره‌ای جز این ندارن که هرچه مصمم‌تر، هرچه قاطع‌تر، هرچه رادیکال‌تر برن جلو و اینها رو با یک قیام به زمین بکشن. سرنوشت رژیم سلطنتی و رژیم آخوندی در ایران عین همدیگه خواهد بود. اعتصابات بزرگ سراسری و یک قیام مسلحانه که اینها رو بکشیم پایین. وقتی هم میگم قیام، منظورم درگیری دستجات مسلحانه نیست و اتفاقا باید درود فرستاد به رهبران جنبش‌هایی که به خصوص در کردستان که امکان اقدامات نظامی رو دارن و خویشتن‌داری میکنن و اجازه نمیدن که این درگیری خیابان‌های سنندج یا مهاباد تبدیل به درگیری پیشمرگه‌ها بشه با دستگاه سرکوب رژیم. این درست اون چیزی که رژیم میخواد. اینه که اتفاقا اونایی که به ما میگن شما میگید اعتصاب بکنید خیابون خلوت میشه، نه اینطوری نیست. ما اعتصاب میکنیم خیابون شلوغ‌تر میشه. ولی اگر درگیری ناخواسته نظامی رو، زودرس رو ما تحمیل بکنیم به این جنبش‌ها، میشه اتفاقی که توی سوریه افتاد. یک فاجعه است. و این اون وقت تبدیل میشه خیابان‌ها خالی میشه، تبدیل میشه که درگیری دسته‌های کوچک مسلح با دستگاه حاکمیت. این چیزی که حاکمیت میخواد. این قیام نیست. این اشتباه است. این پیشروی به طرف قیام نیست. این پسروی هست به طرف اینکه جنبش رو ما از نفس بندازیم. وقتی ما میگیم قیام، منظورمون قیام توده‌ایه. اون موقعی که جوشش جامعه به حدی میرسه که خواهید دید ما داریم میرسیم به اون. خوشبختانه صداش رو آروم آروم داریم میشنویم. الان این اعتصابات کارگری که اومده، این صدا هی بیشتر داره میشه. خواهد رسید روزی که درست مثل قیام قبلی پادگان‌ها خالی میشه و اون وقت اونجاست که قیام شروع میشه. اونجاست که اتفاقا کسانی که الان تجربه دارن، تجربه مبارزه مسلحانه دارن و غیره، درست مثل کاری که اون موقع فدایی‌ها در میزان وسیعی و شورش هما فرار کردن، اینجا میتونه از طریق گروه‌هایی که این امکان رو دارن در کردستان، در جاهای دیگه این اتفاق بیفته. ولی ما امروز در اون فاز نیستیم. ولی چون رژیم ببینید صحبت‌های خامنه‌ای رو نگاه بکنید، یک جا گفت به درد مردم برسید، همش میگه اینا عوامل خارجی ان، خس و خاشاکن، اغتشاشگرن و غیره. یک جا نگفته که اینها یه عده‌ای هستن، مردم مان، مردم این آب و خاکن، خواستهایی دارن که ما شکست خوردیم توی دادنش. دوستان، رفقا، بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، یه راهی رو پیدا کنیم که از این بیایم بیرون. مطلقاً زور، سرنیزه. ولی خوشبختانه اون جمله کلمانسو رو من خسته نمیشم از تکرار کردنش. سیاستمدار فرانسوی قرن 19 گفت با سرنیزه هر کاری میشه کرد. میشه شکم درید، میشه گردن زد، میشه همه کار کرد، قتل و غارت کرد، ولی روش نمیشه نشست. جمهوری اسلامی میخواد روی سرنیزه بشینه و این 100% اون رو به زیر خواهد کشید. این جمهوری اسلامی هیچ پاسخی ولو جزئی به خواستهای مردم نداره و نمیتونه داشته باشه. ساخت حکومتیش، فسادی که درش وجود داره، مکانیزم امت و ولی فقیهی که تحمیل کرده به این جامعه، اجازه مانور رو ازش میگیره و از اونجایی که کل طبقه بورژوازی ما، طبقه حاکمه جامعه ما ظرفیت دیالوگ نداشته. شما نگاه کنید، ما به اصطلاح بخش خصوصی روبرو هستیم که وقتی پای صحبتشون میشینی توی اتاق‌های بازرگانی، میان میگن قانون کار جمهوری اسلامی کمونیستیه، دست و پای ما رو میگیره. آخه شما اگر بخواید قانون کار رو داغون بکنید، لاشش الان مونده، اونم حتی میگید که کمونیستی هست، چه دیالوگی میخواید با جامعه کار و کارگر رو داشته باشید؟ فقط جمهوری اسلامی و سرانش نیستن که این فرهنگ رو ندارن. طبقه سرمایه‌داری در ایران فاقد این بینش، فاقد این روشنبینی هست که حتی اگر میخواد سلطه خودش رو حفظ بکنه، میبایستی با جامعه وارد دیالوگ بشه و این فرصت استثنایی رو میده که جنبش ما ضمن تعیین تکلیف با ولایت فقیه، تکلیفش رو با این طبقه سرمایه‌دار نالایق هم یکسره کنه. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمت شما بودم رفیق بهروز و ممنونم که وقتتون رو برای برنامه ما گذاشتین. زمان برنامه به اتمام رسیده. یه بار دیگه ازتون تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما که هر چند وقت یه بار فرصت میدیدید گپ و گفتی من داشته باشم، به خود من هم نیرو میده. خیلی ممنون. خیلی خوشحال میشیم. بله بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق بهروز فراهانی، فعال کارگری، راجع به فاز انقلابی جدید که ما میبینیم که کارگران در طول یک هفته گذشته روز به روز بیشتر به اعتصابات میپیوندند و اینجا یه بسی خوشحالی است و میشه گفت خیز بسیار بلندی برداشتن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید.
به امید پیروزی. زن شعله در شب